سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. همونطور که از تایتل خوندین تو این ویدیو قراره با استفاده از هوش مصنوعی آهنگ فانک خفن بسازیم. پس آخر ویدیو همراه ما باشید. خب اول رفتم به طور مستقیم به هوش مصنوعی پیام دادم که میدونی آهنگ فانک چیه؟ اونم گفت آره، ولی خب اونی که اون میدونست اینی که ما میخواستیم نبود. پس باش بیشتر صحبت کردم و اطلاعات دقیق تری بهش دادم، ولی خب بازم نفهمید منظورم. ولی وقتی یکم براش مثال زدم و چند تا اسم آهنگ گفتم منظورم رو گرفت. بعدش هم ازش پرسیدم که خب میتونی بگی چجوری از اینا بسازم؟ اونم در جواب گفت که ولی گفت که تو به لپتاپ نیاز داری و یه هدفون و از اون جایی که من نداشتم. پس ازش پرسیدم که چجوری با گوشی اندرویدی بسازم اینو. بعد رفتم برنامه‌ای که گفته بود، یعنی بند لب رو نصب کردم و مراحلش رو تکی تکی رفتم. خب شما باید تو این صفحه به حساب خودتون ورود کنید که میتونید از گوگل، فیسبوک یا با ایمیلتون وارد شید که من اینجا با گوگل وارد شدم. بعدش هم شما باید اون علاوه قرمز پایین رو بزنید تا برین یه پروژه بسازین و ساخت موزیک خودتون رو شروع کنید. از این بابت خیلی تخصصی میشه. منم صحبت ویدیو زیاد کردم چون ویدیو زیاد نشه. میتونید ببینید در آخرم که نتیجه ویدیو براتون گذاشتم. بریم که نتیجه ویدیو رو با هم ببینیم.
دوستان دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. لطفا لایک و ساب کنین تا یه حمایتی بشه برای من و برای پارت 2 و قسمت دقیق تر آموزش. دمتون گرم. فعلا خدا نگهدار.